تا حالا شده یه فکر مدام توی ذهنت تکرار بشه و هر چقدر بخوای نادیدش بگیری بیشتر برگرده؟ این کتاب دقیقاً درباره همین جنگ خسته کننده با ذهنه. کتابی که امروز میخوام معرفی کنم ذهن وسواسیت رو آروم کن، نوشته دکتر رید ویلسونه. یک کتاب کار که در سال 2026 منتشر شده و تمرکزش روی وسواس‌ها، اجبارها و افکار مزاحمه. OCD چیست؟ در OCD یه فکر یا تصویر مزاحم میتونه اضطراب زیادی ایجاد کنه. بعد ذهن برای اینکه خیالش راحت بشه ما رو به چک کردن، اطمینان گرفتن یا انجام رفتارهای تکراری سوق میده و این چرخه دوباره شروع میشه. وقتی وسواس فعال میشه مثلا فکر میکنی نکنه در رو قفل نکرده باشم، میری چک میکنی و برای چند دقیقه خیالت راحت میشه، اما بعد ذهنت میپرسه مطمئنی و دوباره همون چرخه شروع میشه. ایده اصلی کتاب اینه که به جای اینکه تمام انرژیمونو صرف جنگیدن با فکر کنیم یاد بگیریم واکنشمون به وسواس رو تغییر بدیم. یعنی فکر میاد اما ما مجبور نیستیم دنبالش بریم. بازی 6 لحظه‌ای. ویلسون برای این کار یه چارچوب به نام بازی 6 لحظه‌ای پیشنهاد میکنه. یعنی در لحظه‌ای که وسواس فعال میشه اول متوجهش بشی، پیامش رو بشناسی، بهش پاسخ ندی، توجهت رو از موضوع وسواس برگردونی و دوباره به زندگی واقعی ادامه بدی. این توضیح با راهنمای 3 مرحله خود نویسنده هم همراست. شناخت وسواس، روی گردوندن از پیام اون و برگرداندن توجه به چیزی معنادار. مثلا ذهنت میگه دوباره برو در رو چک کن. پاسخ جدید این نیست که با وسواس بحث کنی یا ثابت کنی اشتباه میکنه. میتونی بگی میدونم این صدای وسواسه، لازم نیست الان جوابشو بدم و به کارت ادامه بدی. هدف این کتاب این نیست که هیچ وقت فکر وسواسی نداشته باشی. هدف اینه که فکر و اضطراب بتونن وجود داشته باشن بدون اینکه وسواس برای تو تصمیم بگیره چه کاری انجام بدی. حرف آخر. شاید یکی از مهمترین پیام‌های کتاب این باشه: برای اینکه زندگی تو شروع کنی لازم نیست اول به اطمینان 100% برسی. میتونی با وجود تردید و اضطراب دوباره به چیزهایی برگردی که برات مهمن. این کتاب به درد چه کسانی میخوره؟ اگه به زبان انگلیسی مسلطی، با وسواس فکری و اجبارها درگیری، یا فقط میخوای با یه رویکرد عملی و جدید برای OCD آشنا بشی، این کتاب میتونه منبع جالبی برات باشه. فعلا ترجمه فارسی چاپی از این کتاب پیدا نکردم. گاهی آرومتر شدن ذهن از حذف همه فکرها شروع نمیشه. از اینجا شروع میشه که یاد بگیری هر فکری ارزش دنبال کردن نداره. اگه دوست داری هر روز با یک کتاب یه قدم به سمت زندگی بهتر برداری، همراه من باش.